فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بیوتی که خداوند اجازه داده، رخصت فرموده، قرار بر این گذارده که رفعت بیابند، ارتفاع بیابند. و ارتفاع و رفعت اولیا و حجتهای الهی قابل درک بشر نیست. نمیتواند بشر بفهمد و دریابد میزان رفعت خانه های الهی را. همین خانه سنگی رو که خداوند در مکه معظمه تکریم فرموده و قرار داده ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، عظمت همین را بشر نمیتواند درک کند مگر او را آگاه سازد. از این جهت در شرایع الهی از زمان آدم حرمت این خانه قرار داده شد و به بندگان تعلیم داده شد و آنقدر این تعلیم حرمت این خانه اصالت داشته و در تاریخ بشریت و تاریخ این سرزمین قدمت دارد که حتی در جاهلیت که نوع تعالیم انبیاء علیهم السلام از دست بشر خارج شده بود و بشر نوعاً در تعالیم الهی و انبیاء گرفتار اشتباهات و انحرافات شده بود و دوره جاهلیت نامیده میشد. قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله با وجود این احترام این خانه سر جاش، باز هم تمام کسانی که گرفتار همه گونه انحراف بودند، گرفتار همه گونه ضلالت و گمراهی ها شده بودند، به واسطه ترک کردن حجتهای الهی و حجتهای الهی همه مقهور و مخفی شده بودند. حتی جرأت و اظهار وجود نمی کردند، نمی توانستند بگویند ما کی هستیم. اینقدر مخفیانه به سر بردن، اینقدر مخفیانه از این جهت زندگی کردند که الان قضاوت مسلمین جهان غیر از شیعه، قضاوت مسلمین جهان درباره آنان این است که نعوذ بالله آنها کافر از دنیا رفتند. مثل کی؟ مثل هاشم، عبدمناف، عبدالمطلب، ابو طالب، آمنه، عبدالله. کیه عبدالله؟ پدر رسول الله صلی الله علیه و آله. آمنه مادر رسول الله، ابو طالب پدر امیرالمؤمنین. گفتن اینها چون قبل از بعثت از دنیا رفتن کافر مردن. ابو طالب هم میگویند اظهار نکرده اسلامش رو، اگر مسلمان شده بود اظهار میکرد، چون نکرده اظهار اسلامش را او هم کافر از دنیا رفته. قبرستان در مکه آتش به دل میزنه. شیعه که میرود کنار اون قبور مطهره همه وجودش آتش میگیره. چه کردن؟ قبر این بزرگوارها و قبور ایشان را از قبرستان مسلمانان جدا کردند. از قبرستان مسلمانان جدا کردند. اجازه نمیدهند اونها را زیارت کنند. شیعیان خودشون که اعتقادی ندارن به ایمان و اسلام آنها، مانع دیگران هم هستند. اگر کتابی در دست ببینن که در اون کتاب زیارت هاشم، زیارت عبدمناف، زیارت عبدالمطلب، ابو طالب، اون خدمتگزار بزرگ در تاریخ اسلام که از صلب مقدسش نور مطهر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جلوه‌گر شده، عبدالله که اثری دیگر از قبرش نگذاردن، از آمنه خبری نیست. برای چه؟ برای اینکه این بزرگواران مخفیانه زندگی کردند، جرأت نکردند، با اینکه از اوصیاء عیسی ابن مریم بودند. اینها همه حاملان دین خدا بودند، اینها ناشران امر خدا بودند، اما جاهلیت آنچنان حکومت میکرد که اینها جرأت نداشتند اظهار کنند دین خدا را مگر به همون مقدار که میسر میشد گاهی سخنی از حقایق بفرمایند و یک نشانه ای از شرایع حقیقی الهی در معرض قرار دهند. یکی از مهمترین مسائل درباره حضرت عبدالمطلب، نه عبدالمطلب، عبدالمطلب رحمت الله علیه و همچنین پدر رسول خدا و مادر رسول خدا عبدالله و همچنین آمنه علیهم السلام، یکی از مهمترین مسائل این است که همیشه مطرح بوده که آیا
این بزرگواران همشون قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله دنیا رفتن. هم عبدالمطلب که در البته مقداری رو درک کرد از زمان بعثت رسول خدا رو. خب عبدالله که جای خود و قبل از ولادت حضرت از دنیا رحلت کرد عبدالله. بالاخره حتی اون شخصی مثل حضرت عبدالمطلب که بعد از بعثت رسول خدا بود ظاهرا ایمانی رو نشون نداد در ملأ عام. مسلمین میگن در نتیجه نعوذ بالله شک کردن، میگن امثال ابو طالب، عبدالمطلب، عبدالله و آمنه اینها مسلمان از دنیا رفتن یا مسلمان از دنیا نرفتن، کافر از دنیا رفتن به دین بت پرست ها. و حتی خدا روزی کنه در مکه مکرمه قبرستان معلا جدا کردن قبور این بزرگواران رو، مثل حتی قبور خدیجه رو این هم اضافه کنیم، مثل خدیجه اینها رو جدا کردند از سایر مسلمین. یک دیوار هم کشیدن و در رو که اصلا نمیشه نزدیک قبر رفت. اون افرادی هم که مشرف میشوند چه از مسلمینی که اعتقاد دارن به ایمان اینها و چه از شیعیان پشت این دیوارها می ایستند و از فاصله زیارت این بزرگواران رو میخوانند. ولی از نظر شیعه اینها دین در واقع همون زمان رو داشتند، اینها متدین بودند به دین همون زمانی که تکلیفشون بر اون بوده، متدین بودند و برخی از این بزرگواران از اوصیای عیسی صلوات الله علیه بودند. اینطور نیست که کافر باشن نعوذ بالله، بت پرست باشن نعوذ بالله، نه، اینها متدین بودند به همان دینی که در اون روزگار وظیفه‌شون بوده که داشته باشن. و اون بزرگوارانی که بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن که دیگه جای خود، حالا خدیجه رحمت الله علیها رو که خب خیلی ها دیدن که با رسول خدا نماز میخوانه این بزرگوار و چقدر کمک کرد به اسلام، اینها رو که دیگه قبول دارند. بالاخره ما قبول داریم این مسئله رو که این بزرگواران متدین از دنیا رفته‌اند به دینی که مرضی خداوند متعال بوده است. از شیخ مرحوم علی الله مقامه شخصی سوال میکنه و سوال ظریفی است و پاسخ ظریفی. سوال میکنه که چه آیه‌ای داریم در قرآن درباره این که اجداد رسول خدا، پدر و مادر رسول الله و همچنین پدر آقا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، ابی طالب، اینها مسلمان بودند به دین خودشون، ان الدین عند الله الاسلام، به دینی که باید داشته باشن متدین بودند. از قرآن چه دلیلی دارید؟ از آیات قرآن کدوم آیه رو شیخ مرحوم علی الله مقام بیان می‌فرماید که دلالت می‌کند بر ایمان پدر و مادر رسول خدا و گذشتگان رسول خدا تا آدم؟ چه آیه رو بیان می‌کند؟ می‌فرماید مگر خداوند متعال نمی‌فرماید و تقلبک فی الساجدین؟ ای رسول خدا تو همینطور در دگرگونی بودی در افرادی که سجده کنندند و ساجدند، یعنی مسلمانند به دینی که باید به اون دین تدین داشته باشند. پس همه اجداد و همه پدران، همه افرادی که بودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله در صلب اونها و در رحم اونها همینطور منتقل شدن و آمدن، همه اینها بله مسلمان بودن به دینی که باید به اون تدین داشته باشن. و تقلبک فی الساجدین. بعد هم در زیارات معصومین عرض میکنیم لم تنجسک الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها. همه اجداد و همه جدات اینها همه خوب بودند، اینها همه متدین بودند به همان دینی که در زمان اونها بوده است. و این پاسخی است که این بزرگوار بیان می‌فرماید. از این جهت عباس عموی رسول خدا که ما خیلی حرف داریم درباره این شخص، بالاخره اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، گفت اجازه میدید من مدح شما رو بخونم؟ گفتن خب بخون. مدح میخوای بکنی؟ مدح میخواد. گفت بسیار خوب. اشعاری رو سرود درباره منقبت رسول خدا و فضائل رسول خدا صلی الله علیه و آله و اشاره کرد به همین مطلب. چی گفت؟ من قبلها تبت فی الظلال وفی مستودع حین یخسف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مزغة ولا علق بل نطفة تركب السفینه وقد الجم نسرا و اهلها الغرق تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علیاء تحتها النطق. اونایی که عربی کار کردن خب لذت میبرن. و انت لما ولدت اشرقت الارض و ضاءت بنورك الافق و نحن فی ذلك الضیاء و فی النور و سبل الرشاد نخترق. چی گفت خدمت رسول خدا؟ گفت ای محمد صلی الله علیه و آله
من قبلها تبت فی الظلال، قبل از تولدت کجا بودی؟ در عالم سایه ها بودی. قبل از حتی اون موقع که آدم و حوا ورق بهشت و برگ های درخت‌ها رو دور خودشون بگیرن، قبل از اون موقع تو بودی. و همچنین اومدی رو زمین، اما نه به صورت بشر، نه نطفه و نه علقه، به هیچ صورتی، بلکه اومدی سوار سفینه نوح شدی، با نوح بودی، بعد از نوح هم بودی، همینطور اومدی، همینطور تنقل من صالب الی رحم، همینطور منتقل میشدی از رحمی و همینطور اومدی به تا اینکه متولد شدی در زمان ما. وقتی که متولد شدی همه عالم به نور تو روشن شد و ما یعنی امت رسول خدا، یا ما یعنی سیدها، بالاخره هر دوشو بگیم، ما به برکت تو میام چی کار میکنیم؟ نخترقو، یعنی میگیم راه باز کنید. آقا میگن راه باز کنید، سید اومده. بله، سیدو که به خاطر خودش احترام نمیذارن، که به خاطر رسول الله احترام میذارن. اینم اظهار کرد عباس، گفت و نحن فی ذالک الضیاء و فی النور و سبل الرشاد نخترقو اخترق القوم، یعنی گفت باز کنی، راه رو باز کنید. گفت آمدی تا به اینجا و چه تأثیری گذاشتید که همه امت رو محترم کردید. چقدر امت رسول الله برتری دارد بر همه امتها، و بعد هم خود فرزندان این بزرگوار و افرادی که از این بزرگوار هستن رو محترم کردی. اینا همه به برکت رسول الله، به برکت اشخاص نیست، به برکت رسول الله هست صلی الله علیه و آله. و این رو اظهار کرد عباس در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس میبینیم که اشاره داره میکنه که همه اجداد شما، همه جدات شما، همه اینها همه نورانی بودند، همه متدین بودند. و مثل امشب که برخورد میکنیم با این واقعه و به یاد آقا حضرت عبدالمطلب هستیم، توجه داشته باشیم به ذکر مناقب و فضائل این بزرگوار رحمت الله علیه. و جای امیدواری است که من این رو عرض کنم که خوشبختانه در میان اهل سنت برخیا به این فکر افتادند که بالاخره اینها مسلمان بودند یا نبودند، و اثبات کنند ایمان اینها رو، اثبات کنند ایمان پدر رسول خدا رو، عبدالله. چند کتاب نوشتن در این باره، من اسمهاش رو بگم. الدلیل و البرهان، این رو سنی نوشته، الدلیل و البرهان ان والدی النبی ناجیان، و همچنین تحفة المرید فی اثبات ان عبدالمطلب من اهل التوحید، و همچنین القول الجلی به نجات ابوی النبی. اینها اسم کتبی است که اهل سنت عمری ها نوشتند و اثبات کردند این مسئله رو. الحمدلله رب العالمین جای چشم روشنی داره که اونها هم دیگه کم کم اثبات شده مسئله برای اونها.